تشویق میکنن تماشاگران حاضر در سالن تیم پردیس رو عرض کردم. و حالا با دوست آقای علی احمدی نیمه اول دیدار برای تیم‌های پردیس قزوین و پالایش نفت اصفهان آغاز شد. در نیمه اول سرمه پوشان پردیس از سمت راست به چپ تقسیم میزنه که یک تخت اشتباه کرد، قاسم عروجی توپ با بیرون و رستمی بازم رو لایساری پاس خوب، موقعیت هست، رستمی شوتی که میزنه و در عدد 5 برابر هستن. از این بعد هر خطایی هم دو تیم مرتکب بشه روی نقطه پنالتی دوم زده خواهد شد. توپ رو لو دادن بازیکنان پردیس، موقعیت هست و شوت سنگینی که بهنام فخر. 14 دقیقه و 56 ثانیه تا پایان این دیدار. موقعیت هست برای تیم پالایش نفت اصفهان و عکس‌العمل خوب یاسر کرمی. عکس‌العمل خوب یاسر کرمی. حالا باز هم موقعیت هست برای این تیم و توپی که درون دروازه قرار گرفت. گل اول رو بازیکنان پالایش نفت اصفهان به ثمر رسوندن و بهنام فکور موفق شد دروازه پردیس رو باز بکنه. ببینید شما در نمای آهسته اینجا پاس زیبایی که دادن و بهنام فکور موفق شد دروازه پردیس رو باز بکنه. حالا گلای ساری، حالا موقعیت هست برای تیم پردیس و علی کرمی چه موقعیتی رو از دست داد این چهره. خودش هم بلند شده علیپور، زمان به سرعت در حال سپری شدن است. 10 دقیقه و 50 ثانیه تا پایان دیدار و توپی که توی دروازه قرار میگیره. گل مساوی رو وحید شفیعی به ثمر رسوند. ببینید شما در نمای آهسته اینجا با پای چپ وحید شفیعی به زیبایی دروازه تیم خوب تمونس وطنی و شوتی که میزنه آشان فرجزاده و تو با اختلاف به بیرون میره. ببینید شما در نمای آهسته اینجا رولای ساری میتونست دروازه تیم پالایش نفت اصفهان رو باز بکنه. قاسم عروجی تو سر چوب میزنه، کماکا ثابت توپ از قاسم عروجی شوتی که میزنه و برخورد کرد به توی دروازه. علی اصغر حسن‌زاده موفق میشه گل دوم پردیس رو به ثمر برسونه. دروازه تیم پالایش نفت اصفهان و این چهره به زیبایی هرچه تمامتر باز کرد. ببینید شما در نمایش چقدر زیبا و تماشایی، چقدر زیبا و تماشایی بدون مکس و معطلی سرضرب موفق شد دروازه پالایش نفت اصفهان رو باز بکنه تا نتیجه 2-1 بشه. حالا